سلام روژین، خیلی خوش آمدی. امیدوارم که حالت خوب باشه. لطفا خودتو معرفی کن، بگو که اینجا چیکار میکنی، چی میخونی. سلام، مرسی. من روژینم، ایران دندان پزشکی خوندم، 1 سال کار کردم، بعد اومدم کانادا، دانشکده آلبرتا. سال 2022 اومدم مسترز دندان پزشکی خوندم، الانم دارم پی اچ دی میخونم، پی اچ دی دندان پزشکی. چی شد که مهاجرت کردی و از کجا این فکر در واقع به ذهنت اومد؟ مهاجرت راستش همیشه پلنم بود که از ایران بیام بیرون و یعنی دوست داشتم تجربه کنم زندگی خارج از ایرانو. حتی اون موقع که مثلا داشتم واسه کنکور میخوندم پلنم این نبود که ایران بمونم، ولی هیچ وقت مقصد اولم کانادا نبود. یعنی میخواستم که اول برم آلمان، شروع کردم آلمانی خوندن تا به یکم خوندم، بعد دیدم کار من نیست واقعا به آلمانی زندگی کردن. این شد که تصمیم گرفتم که بیام کانادا. ولی چیزی که خیلی یعنی اون انگیزه نهایی که باعث شد که من از ایران بیام بیرون اون 1 سالی بود که توی کلینیک کار کردم و خب خیلی اذیت شدم. بعد دوست داشتم که بیام تجربه کار و زندگی آکادمیک و خارج از ایرانم تجربه کنم. گفتی که اینجا با مستر دندان پزشکی پذیرش گرفته بودی. این فرآیند پذیرش گرفتن برای افرادی که دندان پزشکی میخوان اینجا بخونن رو بهمون بگو که در واقع تجربه تو چی بود، چطور اون پوزیشن رو پیدا کردی و چطور ارتباط برقرار کردی، و لطفا بهمونم بگو که مستر دندان پزشکی با اون دوره دندان پزشکی که در ایران گذروندی چه تفاوتی داره؟ برای مسیر اپلای کردن خب کاری که من میکردم این بودش که میرفتم تو سایت دانشگاه‌های مختلف که تو کانادا هستن، بعد نگاه میکردم توی دانشکده دندان پزشکی چه پروگرام هایی وجود داره. بعد از بین اون پروگرام ها میرفتم تو قسمت graduate programs، بعد توی اون قسمت graduate مستر داشت و پی اچ دی. بعد خب من میخواستم مسترز بخونم، بعد میرفتم دونه دونه نگاه میکردم ببینم مثلا استادایی که دارن توی اون مثلا رشته دانشجو میگیرن کیان، بهشون ایمیل میزدن. بعد ولی خب اینجوریه که دانشگاه‌های مختلف توی دندان پزشکی همه مسترشون تحت عنوان مسترز این دنتیستری نیست. مثلا دانشگاه تو یو بی سی مثلا کرانیو فیشل ساینسز اگه اشتباه نکنم، یا مثلا این رشته رو توی دانشگاه وسترن نداره و من اونجا رو واسه اپیدمیولوژی فکر کنم اپلای کردم. آره، ولی مکگیل داره که این رشته رو، اینه که تو هر دانشگاه ممکن اسمش متفاوت باشه ولی خب توی دانشکده دندان پزشکی در نهایت. بعد من توی دانشگاه آلبرتا واسه پابلیک هلت هم اپلای کردم، توی دانشگاه وسترن واسه اپیدمیولوژی هم اپلای کردم، وسترن پذیرش نگرفتم، آلبرتا هر دوتا رو پذیرش گرفتم و در نهایت تصمیمم بر این شد که بیام مستر دنتیستری رو بخونم. سوال بعدی چی بود؟ یادم رفت. چه تفاوتی هست بین مستر دنتیستری اینجا و دوره دندان پزشکی که در واقع کلینیکال هست و بعد میاد کلینیک کار میکنه در ایران؟ یعنی آیا یه نفر اینجا مستر دندان پزشکی بخونه میتونه بعدش باید کلینیک و کار بکنه؟ نه، یعنی اصلا ما این رشته مسترز این دنتیستری رو تو ایران نداریم. رشته های ایران اینجوریه که شما 6 سال همین دوره دندان پزشکی عمومی رو میخونیم، بعد میتونید وارد یکی از تخصص‌ها بشین که تخصص‌های ایران باز معادل مسترز اینجا حساب میشه، به خاطر اینکه 2 تا 3 سال است. اینجا اینجوریه که چند مدل graduate program هست. بعد از اینکه بچه‌هایی که اینجا مثلا حالا میتونن آندرگراد بخونن، میتونن حتی یعنی هم دندان پزشکی بخونن، بعدش میتونن وارد مسترز دندان پزشکی بشن. مسترز دندان پزشکی ریسرچ بیسه، یعنی یعنی در نهایت به کار کلینیکی نمیرسه و لزوما هم اینجوری نیستش که شما حتما باید دندان پزشک باشی تا وارد این رشته بشی. ما الان داریم بچه‌های تو پروگراممون که مثلا بیولوژی خوندن ولی الان دارن مثلا مسترز دنتیستری میخونن.
ولی یه سری مسترز کلینیکال هم داره دانشگاه که اونا بعدش میتونن وارد تخصص بشن و برای اینکه وارد اون رشته ها بشی حتما با قبلش دندان پزشکی خونده باشی. پی اچ دی هم همینطور، یعنی پی اچ دی دندان پزشکی باز کلینیکال داره و ریسرچ داره. پی اچ دی ریسرچ اینجوریه که مثلا همین کاری که من دارم میکنم، حالا مسترز میگیری وارد پی اچ دی میشی و کار ریسرچ انجام میدی. پی اچ دی کلینیکال 6 ساله، برخلاف مثلا پی اچ دی عادی که 4 ساله، 6 ساله، 2 سالش ریسرچه، دوباره 4 سال کلینیکه. بعد از اون هم باز میتونی به عنوان متخصص کار کنی. بیا یه ذره در مورد دوباره تجربه خودت از اپلای کردن باز جزئیات بیشتری صحبت کنیم. اینکه موقعی که ایمیل میزدی چه متنی رو یا چه جزئیاتی رو در متن ایمیل، شاید متن ندیدن، ولی چه جزئیاتی رو اونجا میذاشتی و اینکه آیا به مثلا بعضیا به چند نفر در یک دپارتمان ایمیل میزنن توصیه میکنی یا نه، یا اینکه یکی یکی ایمیل بزنن، دانشگاه ها رو بر چه اساسی انتخاب میکردی و اینکه از نظر نوبه زبان، سفارت، مدارک خاصی یا نیاز هست یا نه، اینا در مورد این مسائل تجربت شده. متن ایمیل خب جزئیاتش رو واقعا یادم نمیاد، ولی چیزایی که توش می نوشتم این بود که وقتی میرفتم مثلا یه استادی رو پیدا میکردم، میرفتم سرچ میکردم اسمشو، بعد آخرین مقاله هایی که چاپ کرده بود رو نگاه میکردم، بعد میدیدم که آیا ربطی به اون کارهایی که من تو ایران کردم یا علاقم داره یا نه. و یه چیزی هم بگم، به نظر من این تجربه شخصی من و برداشت شخصی من از تجربیات و اتفاقاتی که برام افتاده، به نظر من مهاجرت کردن و استاد پیدا کردن تا یه بخشیش تلاش و بک‌گراند و اینا، تا یه بخش زیادیش هم شانسه. حالا در ادامه میگم چرا این حرفو میزنم. خلاصه اینجوری که میرفتم استادا رو نگاه میکردم، کاری که کردن و بعد سعی میکردم اگر که مربوط هست برشتم، یعنی به اون کاری که کردم، خب بهشون میگفتم که مثلا من تو این کار فعالیت، مثلا تو این رشته کار کردم و تو این زمینه و این حرفا، و بعد نمره زبانم رو میذاشتم، آیلتس داده بودم، نمره آیلتس هم رو میذاشتم، جی پی ای هم رو میذاشتم، و اینکه مثلا میگفتم که خیلی دوست دارم که مثلا با شما یه گریجویت پروگرام رو شروع بکنم و شما سوپروایزر من بشین، و در نهایت هم آخرش میگفتم که خوشحال میشم که یک مثلا زوم میتینگ با هم داشته باشیم، یعنی اینو همونجا توی اون متن میگفتم. و اگر که اون رشته‌ای که مثلا اون زمینه‌ای که کار میکردم مربوط به علاقه و یا بک‌گراند من نبود، هم باز سعی میکردم یه جوری ربطش بدم دیگه، یعنی یا رو اون علاقه خیلی تاکید کنم. مثلا یه چیزی بود که یه کاری کرده بودن ولی من حالا خیلی تجربه توش نداشتم، گفتم من خیلی علاقه‌مندم که یاد بگیرم و تجربه کنم. ولی در نهایت میگم خیلی شانسیه، چون استادی که من پیدا کردم اومدم اینجا، فکر میکردم که اصلا ادویکیشن کار میکنه و تا روزی که رسیدم اینجا هم نمیدونستم حقیقتا چی کار میکنه. بعد یهو دیدم که دقیقاً مثلا ای آی کار میکنه و رشته‌ای که من دوست دارم و همینجوری ادامه دادم. و همین میگم خیلی شانسیه. سوال بعدی چی بود؟ در مورد اینکه زبان تجربت چی بود، امتحان زبان، اینکه مدارک باید آیا آزاد بشه یا نه برای اینکه مستریه، و بعد در مورد حالا سفارت و وقت سفارت هم صحبت کنیم. مدرک زبان، من آیلتس امتحان دادم. آیلتس هم تقریبا یه 4-5 ماهی براش خوندم. یه دوره من اون موقعی که داشتم امتحان واسه آیلتس آماده می شدم کووید بود و دوره اکثرا آنلاین برگزار می شد. بعد دیگه من یه دوره فشرده گرفتم. اسم آموزشگاه رو بگم؟ اشکال نداره بگم. با آموزشگاه آفرینش یه دوره آنلاین گرفتم توی 13 روز عید. بعد همه اسکیل، هر 4 تا اسکیل رو کار میکرد و اینا. من دیگه هم اونو خوندم. بعدم رفتم یه سری کتابای شماره دار آیلتس هست، اونا رو گرفتم. اون موقع فکر کنم تو 14 اومده بود. 10 تای آخر اونا رو هم گرفتم و امتحانا رو زدم و یه 2 تا ماک دادم و بعدم رفتم امتحان دادم و 8 شد آیلتسم، که خب به نظرم یعنی آیلتس آکادمی به نظرم خوب بود، نمره بدی نبود. فقط رایتینگمو خیلی بد دادم که شدم 6.5.
و الان به نظرم اگر بچه‌ها، یعنی اون موقع خب نبود این امکانات، ولی الان اگر بچه‌ها میخوان تمرین کنن واسه آیلتس، خیلی‌ها رو دیدم که با چت جی پی تی تمرین میکنن و خیلی نمره‌های بهتری میگیرن توی رایتینگشون. بعد دیگه مدرک آزاد کردن. من خب یه شانسی که داشتم این بود که تک بچه بودم و اینکه توی ایران دانشگاه آزاد خوندم، دانشگاه آزاد تهران خوندم، برای همین نه طرح داشتم نه تعهد و خب اون مسیری که خیلی سخته، بچه‌ها بعد حتما طرح برن و تعهد، یا باید تعهد به خدمت دارن یا باید مثلا اگه هزینه‌ای بدن بخرن و اینا. من اون داستانا رو نداشتم و خب خیلی راحت مدرکم آزاد کردم و اومدم دیگه، یعنی اپلای کردم و اومدم. ولی میدونم که الان یکم سخت شده بر بچه‌ها، مخصوصا که هزینه‌های خرید تعهد و اینا رفته بالا و دیگه اینجوری. بعد برای سفارت هم کاری که کردم، من با بعد از اینکه ادمیشنمو گرفتم، مؤسسه نیلگامو من فرستادم، بر من وقت سفارت گرفتن و اون استادی پلن یه همچین چیزی نوشتن برام. اینا دیگه کار سفارت رو یعنی خودم شخصا نکردم، ولی خب تجربه بعدی هم نداشتم. من سابمیت که کردم مدارکمو، یک هفته بعدش وقت بایومتریم اومد، بعد رفتم انگشت نگاری انجام دادم و تقریبا 2 هفته اینا بعدش هم ویزام اومد. یعنی مثلا خودم فکر نمی‌کردم انقدر دیر اپلای کرده بودم، فکر نمی‌کردم به سپتامبر برسم، ولی خب خدا رو شکر همه چی خوب پیش رفت و رسیدم. و بعد اومدی مستقیم ادمونتون. بله. حست چی بود وقتی وارد شهر شد؟ فکر می‌کنم از تهران اومده بودی، نه؟ بله. اینکه وارد یه شهر دانشجویی آروم ساکت شدی، نمیدونم توی چه فصلی، سپتامبر، حالا یه مقدارم قشنگی‌های پاییز رو داشت، ولی کلا حست چی بود؟ حسم والا اولش که خب خیلی ترسیده بودم حقیقتا، یعنی نه به خاطر شهر، کلا اول مهاجرت آدم خیلی گیجه. اولش خیلی ترسیده بودم، مخصوصا اینکه روز اول رفتم دنبال سین نامبرم داونتاون و خب داونتاون ادمونتون یکم جایی نیستش که آدم بخواد خیلی تنها بره. بعد دیدم که یه آدمی با یه تفنگ خیالی وایساده داره به دیوار شلیک میکنه، اینجوریام که خدایا من کجا اومدم. ولی بعدش که یکم گذشت، کمپس رو که رفتم دیدم، دانشگاه رو دیدم، استادا رو دیدم و اینا، خیلی یعنی حس کردم که راه درستی اومدم و خیلی خوشحال بودم از اینکه اینجام. ولی بازم میگم مثلا سال اول کلا خیلی بالا پایین داشتم، همش هی کوئسچن میکردم خودم رو، کار درستی کردم اومدم، برنگردم مثلا. خیلی خوب مقایسه میشه دیگه، مخصوصا اینکه یادمه با مامانم که صحبت میکردم میگفتم مامان باورت میشه از کوچه پشتی ما هر یه رو یه ماشین رد میشه، مثلا اینش خیلی واسم عجیب بود. ولی تجربه جالبی بود، یعنی خیلی شهر خیلی متفاوتی بود خب از مثلا تهران، خیلی شلوغ و همهمه و اینجا خیلی ساکت و آروم و اینا. ولی خب به نظرم جالبه که آدم تجربه زندگی تو هر 2 تا شهر رو داشته باشه. من دوستش دارم اینجا. و الان که همین میخواستم بپرسم، الان که مدت گذشته حس تغییر کرده؟ دوست دارم ادمونتونو، مخصوصا این که چون مثلا تورنتو، ونکوور شهر بزرگی نیست، خیلی دیسترکشن نداره، آدم خیلی میتونه رو کارش فوکس کنه. اینشو خیلی دوست دارم، ولی دلم هم نمیخواد که اینجا بمونم واسه همیشه حقیقتا. یعنی دلم یکم واسه اون شلوغی هم تنگ شده بعد مثلا 3 سال و خورده‌ای. دوست دارم که دوباره برگردم تو شلوغیه، ولی یه مدت این پازل لازم بود که آدم بیاد یکم ریلکس کنه. یه مسئله که هست اینه که یه نفر که دندانپزشکی در ایران خونده و الان داره به مهاجرت فکر میکنه، شاید سوالش این باشه که خب من چجوری میتونم بیام اونجا و همین فعالیت دندانپزشکی رو ادامه بدم. برای بیشتر رشته‌های مربوط به حوزه پزشکی ما میدونیم که خب چندین امتحان وجود داره، یا اینترنشیپ باید بگذرونی چندین ساعت، یا کورس‌های خاصی رو باید برداری، امتحان‌های خاصی باید بدی. این روند برای دندانپزشکی اینجا چطوره؟ برای اینکه یه نفر بتونه بدون اینکه وارد سیستم تحصیلی بشه به کارش ادامه بده اینجا؟ یکم سیستم توی سالهای
گذشته داره تغییر میکنه و به نظرم داره یکم بهتر میشه. قبلا اینجوری بود که فقط یک راه بود، باید وارد مسیر امتحانی NDB میشدیم، امتحان اول رو که میدادیم دو تا مسیر میشد بعدش، یا میتونستیم امتحانا رو تا آخر بریم یا اینکه بعد از اون امتحان اول وارد دانشگاه میشدیم، 2 یا 3 سال بسته به دانشگاه درس دندان پزشکی دوباره میخوندن و بچه‌ها مثلا میتونستن لایسنسشون رو بگیرن اینجا. الان یکم عوض شده این سیستم، مسیر امتحانا همچنان هست، همچنان پابرجای، حالا یه سری تغییرات جزئی توش اتفاق افتاده، مثلا امتحان آخر که کلینیکال بود الان 2 قسمت شده، پاس شدنش من وارد مسیر امتحانا نشدم ولی شنیدم که مقدار سخت‌تر شده، ولی یه سری مسیرهای جایگزین گذاشتن، مثلا برای ورود به دانشکده دیگه لازم نیست اون امتحان اول اون مسیر NDB رو بدن بچه‌ها، یه امتحان دیگه از اسم عیدت یا عادت، نمیدونم واقعا تلفظش کدومه، ولی اون امتحان رو مثلا میدن که امتحان نسبتاً سبکتریه و بعد بر اساس نمره، پس و فیل هم نیست، نمره‌ایه، بر اساس نمره اون اپلای میکنن واسه دانشگاه‌های مختلف که میتونن وارد اون ادوانس پلیسمنت یا همون تطبیقی دندان پزشکی بشن. یه راه سومی که اومده و بیشتر برای بچه‌هایی که یه مدتی تو کانادا هستن آلردی، اینه که بچه‌ها یه سری خب علم دندان پزشکی رو دارن، کانتکست کاناداییشو ندارن و این توی رشته‌های هلت خیلی مهمه. اومدن یه مسیر جدیدی باز کردن به اسم بریج پروگرام که اینجوریه که شما بعد از این که امتحان اول و دوم اون مسیر NDB رو میدین، اپلای میکنین، فکر کنم 3 یا 4 تا دانشگاه بیشتر نیستش که الان این مسیر رو باز کرده و از پارسال شروع شد. پارسال پایلوتش بود، امسال دیگه آفیشیالی شروع کرده به کار. اپلای میکنین برای این 3 یا 4 تا پوزیشن که هر سالم فکر میکنم 5 نفر میانگین هر دانشگاه میگیره و بعد بین 1 تا 8 ماه بر اساس اون اسسمنتی که انجام میدن دانشگاه‌ها به شما میگن که باید مثلا درس بخونین توی دانشگاه و بعد میتونین که برید امتحان بورد رو بدین، یعنی اون امتحان آخر مسیر NDB کامل حذف میشه توی این راه و به جای اینم که مثلا 2 سال 3 سال برید دانشگاه، با 8 ماه ماکسیموم این پروسه تموم میشه. ولی یه تفاوتی که بین این پروسه و اون پروسه دانشگاهی هست اینه که شما وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشین، 2 سال یا 3 سال رو میخونین، مدرک دندان پزشکی کانادایی میگیرین. این پروسه 8 ماهه اینجوریه که شما الیجیبل میشین که برین امتحان بورد رو بدین که لایسنس بگیرین، ولی مدرکتون مدرک کانادایی نیست. این هم یه تفاوتیه که هست. بعد از نظر هزینه هم بخوام بگم، NDB حالا 3 سال پیش که من اومدم فکر میکنم با کلاساش و اینا یه حدوداً مینیمم $30,000 هزینهش میشد. الان فکر میکنم یکم بیشتر شده، یعنی 10-12 هزار تا امتحان آخره، 5-6 هزار تا امتحان دومه، امتحان اولم 1000 خورده، $1,000 هم باید بدیم واسه اینکه پروفایل رو باز کنیم و حالا دیگه پکیجا و کلاسا و موادی که باید بخریم هم هست. رشته اون راه دانشگاهی فکر میکنم سالی تقریباً 100,000 تا اینا باشه که خب بچه‌ها معمولاً یعنی کسایی هم که فقط PR دارن میتونن وارد اون رشته بشن، حتما با PR باشن، که خب مثلا 350,000 تا اوسپ میتونن بگیرن، همین وام میتونن بگیرن که حالا یه جورایی کاور میکنه تویشنو، ولی خب بر زندگیشون باید یه فکری بکنن دیگه، یکم سخت میکنه این داستانو. این بریج پروگرام هم نمیدونم واقعا هزینهش چقدر. پارسال اینجوری بود که $10,000 میدادی واسه یعنی اپلیکیشن فی بود، نان ریفاندبل، یا قبول میشدی یا نمیشدی. امسال مثل اینکه یه سری تغییراتی دادن ولی خیلی اینو دقیق نمیدونم، یعنی تو سایت هر دانشگاه برم بخونن احتمالاً نوشته که چجوری باید باشه، ولی اینا چیزایی که من میدونستم. حالا تو خود با توجه به طول مسیر، سختیاش و هزینه‌هاش، آیا راهی هست که پیشنهاد کنی یا ترجیح بدی؟ خیلی بستگی به شخص داره، یعنی اصلا اینجوری نیست که آدم بتونه یه نسخه بگه واسه همه. خیلی بستگی به این داره که در نهایت هدف چیه. اگر که فقط بچه‌ها میخوان
سریعتر وارد بازار کار بشن. خب امتحانا راحت تریه و هزینه‌ش هم کمتره. اون بریج پروگرام مسئلهش اینه که یکم رقابت توش زیاده چون خیلی ظرفیتش کمه و اینکه هنوز چون سالای اولشه خیلی مشخص نیستش که هزینه‌اش چجوری میشه، بازدهش چیه، اصلا یکم هنوز خیلی جدیده که آدم بخواد نظر بده. ولی برای کسایی که میخوان وارد رشته تخصص بشن بعد از مثلا بعد از این پروگرام دندون پزشکی، یا اینکه خیلیا اینجا دندون میخونن میخوان برن کشور دیگه، میخوان برن آمریکا، میخوان برن استرالیا، اینا بهتره که اون رشته دانشگاهی رو بخونن چون مدرک کاناداییه و برن یک کشور دیگه لازم نیست دوباره بخوان معادل کنن، فقط برد اون کشور میدن و وارد کار میشن. یه مسیر دیگه هم که یادم رفت بگم، اینجا توی کانادا حداقل دانشگاه آلبرتا رو که مطمئنم اینجوریه، بقیه دانشگاه هم فکر میکنم که اینجوری باشه، برای اینکه وارد تخصص بشن بچه‌ها لازم نیستش که حتما مدرک عمومی معادل کنن، میتونن مستقیم برای تخصص اپلای کنن، ولی خب شانسش خیلی کمه که قبول بشن و خب شانس پی اچ دی باز بالاتر از مسترزه تو رشته کلینیکال، ولی به هر حال یه راهیه که اینم میتونن امتحان کنن. تو گفتی که اینجا مستر دندانپزشکی میخوندی. به نظر چه تفاوت‌هایی با توی اون سیستم آموزشی که توی مستر دندانپزشکی داشتی و دوره دندانپزشکی که در ایران گذروندی؟ مقایسه شاید خیلی، یعنی مقایسه سیب و پرتقال باشه، چون من اینجا ریسرچ کار میکردم، یعنی بچه‌ای که کلینیکال خوندن اینجا شاید بهتر بتونن نظر بدن راجع به اینکه حالا چه تفاوتایی داره، ولی خب میگم من ریسرچ میکردم اینجا، ایران کارم کار کلینیکی بود. ولی از نظر کیفیت آموزش بخوام بگم، بچه‌هایی که تو ایران درس میخونن یاد میگیرن با حداقل امکانات بیشترین بازده رو داشته باشن. بچه‌های اینجا بازده بالایی دارن با امکانات زیاد. محیط دانشگاهی اینجا به نظرم استرسش خیلی کمتره، مخصوصا اگر کسی باشه که، یعنی بخوام خودم رو با یه نیتیو اینجا مقایسه کنم، چون من ایران نیتیو بودم و اینجا مثلا بخوام با یه نیتیو اینجا مقایسه کنم، خب اینجا دانشگاه خیلی استرسش کمتره، خیلی به دانشجو بیشتر اهمیت میدن، دانشجو حرفی برای گفتن داره، ولی از اون ورم خب اضطراب مهاجرت هم هست دیگه. یعنی مایی که از ایران میایم، درسته دانشگاه واسمون خیلی گل و بلبل تره، ولی اضطراب مهاجرت و تنها زندگی کردن و هندل کردن فایننس و همه اینا هست. ولی خود دانشگاه هم من واقعا دانشگاه اینجا رو خیلی دوست داشتم، ولی خب بدون تجربه ایرانم رسیدنش به اینجا غیر ممکن بود. اینه که میگم یکم مقایسه کردنش سخته واقعا. این دوره ریسرچ که گفتی در مستر دنتیستری هست، به نظرت چقدر به اون دانش کلینیکالی که داشتی کمک کرد؟ این سوالم رو میپرسم به خاطر این میخوام ببینم اگر همچین پروگرامی در ایران هم اتفاق بیفته یا جزئی از پروگرام کلینیکال باشه به مدت کوتاهی، چقدر فکر میکنی میتونه کمک کنه به کارهایی که در کلینیکال انجام میشه؟ یکم دوباره جواب دادم به این یکم سخته، ولی چون من رشته‌ای که اینجا خوندم درسته اسمش ریسرچینگ دنتیستری بود، ولی کلا من داشتم هوش مصنوعی کار میکردم و از بیس شروع کردم استاتستیک خوندن و ریاضی و کامپیوتر و کدینگ و این داستانا. یکم دور بود از اون فضا، ولی چیزی که خیلی کمک میکنه به نظرم به بچه‌های کلینیکال اینه که توی دوره‌های ریسرچ بچه‌ها یاد میگیرن چجوری مقاله بخونن و این به نظر من مهمترین، برای یک کلینیسیان مهمترین چیز اینه که بتونه علمش رو به روز نگه داره، مخصوصا تو رشته دندانپزشکی، مخصوصا الان توی این دوره‌ای که تکنولوژی انقدر داره سریع پیشرفت میکنه. باید یاد بگیرن چجوری مقاله ها رو بخونن و چجوری کریتیکلی اینا رو، یعنی اون آوتپوت اون مقاله، اون ریزالت و کانکلوژن مقاله رو کریتیکلی بسنجن، یعنی
بتونن نقد کنن که چقدر این مقاله که الان داره ارائه میشه ولید ریزالتش، چقدر به درد میخوره، چقدر میتونم اعتماد کنم، یا برعکس نه این مثلا حالا اومده یه ادعایی کرده و خیلی به درد نمیخوره. بچهای کلینیکال توی ریسرچ میتونن یاد بگیرن چجوری مقالاتو بخونن و بر اساس اون علمو ببرن وارد پرکتیسشون بکنن. مثلا بخوام مثال بزنم توی همین AI، الان شاید هر روز 1000 تا مقاله AI در دندان پزشکی چاپ بشه. ریویو پیپر هست، کارهای که مثلا میان دیولپ میکنن مدل و همه اینا هست. خیلی هاشون هم خود دندان پزشکایی هستن که دارن این کار رو میکنن، خیلی ها مثلا کامپیوتر ساینس خوندن دارن این کار رو میکنن. ولی تجربه شخصی من در مواجهه با این مقاله ها اینه که واقعا بالای 60-70%شون اصلا به درد چاپ شدن نمیخوردن و اگر یک کلینیسیان بخواد بیاد ریزالت اینا رو نگاه کنه و بر اساس اون تصمیم بگیره که حالا بره یه پروداکت مثلا AI بیسی رو بخره وارد پرکتیسش بکنه یا نه، یعنی شاید خیلی تجربه و کار درستی نباشه. در همین به نظرم ریسرچ برای بچهای کلینیکال بهترین تأثیری که میتونه توی پرکتیسشون داشته باشه اینه که بهشون یاد بده وقتی یه تحقیقی رو میخونن چی رو باور بکنن، چی رو باور نکنن و از اون چیزی که چاپ شده چی رو وارد پرکتیسشون بکنن. ولی حقیقتا مثلا من خودم دندون که میخوندم ما باید تز مینوشتیم. خب نمیدونم یک کلینیسیان چقدر لازمه تز بنویسه واقعا، چرا باید بلد باشه تز بنویسه. یعنی اینم یکم اینجوریه که حالا خیلی هم لازم نیست بچه‌هایی که کلینیکال کار میکنن ریسرچ بدونن. به نظرم همین که بتونن نتایجش رو تصمیم بگیرن روش و نقد کنن به نظر من کار منطقی تری. ولی بازم میگم اینا همه برداشت شخصی من از اتفاقاتی که برام افتاد. یکی از سوالایی که ما داشتیم این بود که آیا استادی که براش اپلای میکنیم باید حتما توی زمینه کاری خود ما باشه؟ و من دیدم که یعنی شنیدم که تو گفتی خیلی علاقه به هوش مصنوعی داشتی و استادت هم این زمینه کار میکنه. چطور این مسئله رو توجیه کردی که یک شخصی که کلینیکال بوده و توی کلینیک کار میکرده حالا میخواد نه تنها بیاد به سمت ریسرچ که بالاخره رابطه‌های خودش رو داره و آموزش خودش لازم داره، بلکه میخواد وارد هوش مصنوعی بشه که شاید قبلا هیچ آموزشی تو دوره تحصیلیش حداقل در مورد اون ندیده. و اینو چجوری توجیه میکردی برای گرفتن اون پذیرش، اون در واقع پوزیشن؟ میگم من مسیر مهاجرتم واقعا، یعنی اینکه این استادو پیدا کردم تو این راه افتادم، واقعا شانسی بود، خوش شانس بودم و یه جورایی استادم از تو رزومم فهمید من چی دوست دارم تا اینکه من بدونم اون چی کار میکنه. چون اون موقع که من داشتم اپلای میکردم پیپرای هوش مصنوعی استاد من هنوز چاپ نشده بود و بیشتر ادویکیشن چاپ کرده و من فکر میکردم که اصلا ادویکیشن کار هم میکنه ها، ولی منو برای چیز دیگه گرفت. ولی خب من تو دبیرستان توی تیم روباتیک بودم و خب اونجا پروگرامینگ و تا یه حد خیلی بیسیکی مثلا یاد گرفته بودم با C++، اینا مثلا بلد بودم، تا خیلی کم کد بنویسم. بعد توی دانشگاه هم شنیده بودم، چون برنامه‌ام اپلای بود، میدونستم که کسایی که میخوان اپلای کنن هرچی آمار بیشتر بلد باشن شانسشون واسه اینکه پذیرش بگیرن شاید بیشتر باشه. و همین توی دانشگاه هم رفتم این دوره‌های آنلاین هست مال یودمی و کورسرا و اینا رو چند تا کورس برداشتم. یه دونه پروگرامینگ با آر بود، یه دونه بیسیک پایتون بود، یکی دیگه بایو اینفورماتیکس بود. برای هیچ کدومشون هم پول نداده بودم، همش از این دوره‌های رایگان بود. اینا رو گذروندم و تو رزومم خب نوشته بودم که مثلا من این کارا رو انجام دادم. و خب استادم بعد از اینکه اومدم اینجا اتفاقا ازش پرسیدم، گفتم تو خیلی شاید میتونستی آدمای با تجربه تر رو مثلا چرا مثلا منو انتخاب کردی واسه اینکه دانشجو بشم؟ گفت من حس کردم که تو علاقه داری که مثلا به این سمت بری و این چیزا رو یاد بگیری. برای همین بود که خب من ایمیل زدم. من واقعا هم نمیدونستم که AI کار میکنه، ولی اون دید که من اینا رو تو رزومم دارم، جوابمو داد و بعدم دیگه اینجوری که گفت مثلا اوکی و اپلای کردم و اومدم اینجوری.
و بعد چی شد که تصمیم گرفتی PhD رو ادامه بدی؟ حس کردم که وقتی شروع کردم ریسرچ کردن و کد نوشتن، من اون کده که ران میشد و میدیدم داره ریزالت درست بهم میده، اصلا یک ذوقی میکردم که خیلی حس خوبی بهم میداد واقعا. و حس کردم که شاید این حس خوبو من هیچ موقع تو کلینیک نگرفته بودم، یا حداقل شاید به خاطر اون تجربه‌ای بود که داشتم تو ایران که خیلی تجربه خوبی واقعا نبود، مثلا از کار کلینیکی. شاید خیلی واسهشون کلینیک دلپذیر و دلچسب باشه، من خیلی اون موقع حداقل خیلی دوست نداشتم. نمیدونم شاید تو آینده نظرم عوض بشه، ولی الان اینجوریه که اون لحظه‌ای که میدیدم کد داره ران میشه بهم آوتپوت میده، خیلی حس خوبی بهم میداد. و بعد یه مسئله‌ای که توی AI وجود داره اینه که خیلی ریاضی داره و من خیلی ریاضی دوست دارم. این که حس میکردم دارم یه علم جدید یاد میگیرم و بعد این علم رو میتونم برگردونم و ترجمهش کنم به یه چیزی که حالا 6 سال درسش رو خوندم، خیلی حس خوبی بهم میداد. من استادم دندانپزشک نیست، دیتا ساینتیسته و هیچ علم خاصی از دندون نداره، با اینکه تو دپارتمان دندونه. و از این ور من یه سری کلینیشن داریم توی دپارتمانمون که اونا AI بلد نیستن. بعد این حس این که من میتونستم یه پلی باشم که حرفای اینوری رو واسه اونور ترجمه کنم، اونور رو بیارم اینور و مثلا این گپ رو پر کنم، خیلی بهم حس خوبی میده. برای همین تصمیم گرفتم که ادامهش بدم و به نظرم آینده دندانپزشکی میره به سمت این که حالا نه که کامل کلینیشن حذف بشه، ولی شاید بیشتر نقش اپراتور داشته باشن کلینیشن ها در آینده حالا دور. و خب دوست داشتم که توی این مسیر منم یه کانتریبیوشنی داشته باشم، برای همین تصمیم گرفتم که پیشی بخونم. میخواستم در مورد همین آینده دندانپزشکی ازت بپرسم. به نظرت بچه‌هایی که توی ایران هستن و قصد مهاجرت دارن توی رشته مستر آف دنتیستری یا PhD یا دنتیستری چقدر باید روی اسکیل هایی مثل ماشین لرنینگ، پایتون، کد نویسی، AI الان کار کنن؟ خب ما تا چند سال پیش اینها رو نداشت. یعنی خب یه سری نرم افزارهایی تو هر رشته بود که مختص همون رشته بود و اونها میدونستی کافی بود. ولی الان خب پایتون همه جا هست، تو همه رشته ها. وقتی نگاه میکنید فقط مربوط به رشته کامپیوتر ساینس دیگه نیست. فکر میکنید داشتن این اسکیل ها چقدر میتونه به شانس گرفتن پذیرششون و مهاجرتشون کمک کنه؟ اگر بچه ها میخوان برن به سمت اینکه این اسکیلا رو یاد بگیرن، یه چیزی رو باید در نظر داشته باشن. هدفشون واسه مهاجرت چیه؟ اگر هدف بچهای دندون اینه که بیان اینجا و هر چه سریعتر وارد کلینیک بشن، شاید خیلی ارزش زمانی نداشته باشه که بخوان این وقت رو بذارن که حالا یک رشته کاملا جدید چون ما تو تجربه خوندیم و بعدم دندانپزشکی ریاضی خیلی نخوندیم واقعیت، و اینکه بخوان این کارا رو یاد بگیرن نیاز به این داره که یه بیس ریاضی برن بخونن و باید تایم واسش بذارن. اگر پلن اینه که سریعتر وارد بازار کار دندانپزشکی و کلینیک بشن، به نظرم شاید خیلی ارزش اینو نداشته باشه که واسش وقت بذارن. ولی اگر کسی هستش که میخواد مثلا تو ریسرچ کار کنه یا دوست داره اصلا بیاد تو فضای آکادمیک بمونه، یا مثلا میخواد یه محصولی دیولپ کنه، استارتاپ خودش رو داشته باشه یا یه همچین چیزی، اون موقع شاید واقعا توجیه داشته باشه که انقدر زمان بذارن، انقدر انرژی بذارن که بخوان یاد بگیرن. و قطعا کسی که پروگرامینگ و استات بلده، خب شانس پذیرش گرفتنش خیلی میره بالا، مخصوصا تو دندانپزشکی، چون خب هر کسی اینا رو بلد نیست و خب یه چیز پلاس دیگه، یعنی اگر که بلد باشن. ولی بازم این بالانسر رو باید پیدا کنن که میارزه براشون که این کار بکنن یا نه. نمیدونم تا حالا اینجا رفتی کلینیک دندانپزشکی به عنوان بیمار یا نه، ولی خب من اخیرا رفته بودم. به عنوان کسی که اونجا تو ایران به عنوان دندانپزشک کار میکرده، چه تفاوتایی رو میبینید توی محیط دندانپزشکی؟ حالا نه از نظر دندانپزشک، از نظر مراجعه کننده و محیط.
اولین چیزی که به نظرم رسید این بود که محیط دندان پزشکی اینجا خیلی استرسش کمتره، به خاطر اینکه توی کلینیک‌های ایران، حالا مطبا رو نمیگم، مطبای شخصی رو نمیگم، ولی توی من کلینیک دانشکده رفتم برای کار دندان پزشکی. دو تا کلینیک رو که با هم بخوام مقایسه کنم، کلینیک‌های ایران اینجوریه که یه مریض میاد میشینه روی یونیت، بی‌حسیش زده میشه، یه مریض روی یونیت بغل نشسته، بی‌حسی اون زده میشه، کار این انجام میشه. یعنی همش اضطراب دستیار و دندان پزشک و کادر اون درمانگاه رو آدم میبینه که فقط میخوان سریعتر کار انجام بشه و کار با کیفیتی هم انجام میشه. یعنی نه که بگم این سرعت باعث میشه که مثلا کیفیت از بین بره، نه، منظورم این نیست، ولی منظورم اینه که سرعت کار کردن خیلی بالاه، بر همین اضطراب و تنش هم توی محیط بالاه تو ایران. از اون طرف هم مثلا شاید مواد خیلی راحت در دسترس نباشه، خیلی آدمای تو کلینیک مثلا مراقب باشن که اینو یه انقدر بریزم اونو انقدر بریزم، اینا همه اینا باعث میشه که وقتی یک بیماری میره اونجا اینا رو حس میکنه، این تنشا رو. اینجا نه، اینجا خیلی ریلکسه. دندان پزشکا کلا مثلا 10-12 تا مریض در روز نهایتا، یعنی خیلی پرکار باشن 10 تا مریض در روز میبینن، شاید هم حتی کمتر، خیلی کمتر. بعد مثلا کار جرمگیری و اینا رو که هایجینیست انجام میده. حالا تو ایران هم داریم بهداشتگاه، ولی خب درمانگاه معمولا اگر درمانگاه بیمه‌ای باشن که معمولا خود دندان پزشک انجام میده، اگه نه دستیار انجام میده. اینجا یه آدم جدا کلا هایجینیست هستش که مثلا کار جرمگیری رو اینا رو انجام بده. از اون ور مثلا عکسو میگیرن آماده، پزشک وقتی میاد مثلا میدونه باید چی رو نگاه کنه. دستگاه‌های خیلی مثلا همین اپلیکیشن‌های AI دارن واسهشون، پوسیدگی و همه دیتکت شده آماده تقدیمشون میکنه. نمیدونم، دوربین داخل دهان دارن، اسکنر داخل دهان دارن. اینه که خیلی ریلکس تره همه چی و امکانات هم راحت تر در اختیارشونه و همه با یه آرامش بیشتری دارن کار میکنن. این تفاوتی که خیلی به چشم میاد. خب از اون ورم هزینه ها هست دیگه. یعنی تو ایران اگر که آدم میره یه کاری رو انجام میده، مثلا به پول اینجا، مثلا دارم میگم $100 میده، همون کار رو اینجا با $1000 بده. اینم هست. یه مقدار کوتاه در مورد شهر هم دوباره صحبت بکنیم، از نظر هزینه‌های زندگی، از نظر رفاه. و اینکه گفتی توی داونتاون خیلی احساس اهمیت نمی‌کنی، نظر در مورد امنیت شهر هم چطور؟ ادمونتون شهر سردیه، همه میگن وای آلبرتا خیلی سرده و اینا، ولی به نظر من برای کسی که دانشجویی میخواد مهاجرت کنه و زندگیشو بخواد از بیس بسازه، شهر خیلی خوبی واسه شروعه، چون هزینه‌های زندگی کمه، درآمدش نسبتاً بالاه به خاطر اینکه تکس کمه و سرماش هم یه جوری نیستش که نشه هندل کرد. ما الان چند سال داریم اینجا زندگی میکنیم، شاید مثلا یه هفته 10 روز در ساله که مثلا -40-50 میشه، خیلی سرد میشه و اینا، کلا میشه هندل کرد. لباس گرم آدم بپوشه و اینا خوبه واقعا، من باش مشکلی ندارم، دوستش هم دارم شهر رو. شهر آرومیه، ترافیک نداره زیاد، این خیلی خوبه، آلودگی خیلی نداره، این خیلی خوبه. و به نظرم من اگر همین زندگی رو می‌خواستم مثلا تو ونکوور داشتم، شاید این مثلا کوالیتی آف لایفی که با این درآمدم دارم شاید اونجا نمیتونستم داشته باشم واقعا. و الان خوشحالم که تو ادمونتونم. از نظر امنیت خب یه جاهایی تو شهر هست و فکر می‌کنم تو همه شهرها اینجوری باشه که خب امنیتش کمتره نسبتاً، ولی کلا اینجوری هم نیست بگم من خیلی احساس ناامنی کردم توی ادمونتون. شده پیش اومده برام مثلا هوملس دیدم، ترسیدم، یا مثلا شب دیر بوده داشتم برمیگشتم خونه واقعا ترسیدم چون خلوت بوده، ولی تجربه شخصی از اینکه خطری تهدیدم کنه نداشتم، ولی شنیدم که بچه‌ها مثلا تجربه داشتن. خب بنظرم این همه جا هست. خب یه جاهایی از شهر مثلا داونتاون خب هوملس بیشتر داره، امنیتش کمتره، منم ترجیح میدم نرم اونور. ولی خب مثلا طرف دانش، مثلا کمپس که چون پلیس هست همیشه و نه، کلا کمپس به نظرم جای امنی باید باشه و برای کسایی که میگم تحصیلی مهاجرت میکنن به نظرم شهر خیلی خوبیه، من خیلی دوستش دارم.
خیلی خوب، خیلی ممنون از اینکه اطلاعات تو به اشتراک گذاشتی با دوستامون. و نکته آخر اینکه اگه توصیه‌ای داری، اگر نکته‌ای هست، اگه مثلا یکی از دوستان امروز بهت زنگ بزنه و بگه که من تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم، الان پزشکم هستم، آیا نکته خاصی هست که بهش بگی؟ باز تجربه شخصی، من پلنی واسه اقامت نداشتم وقتی اومدم اینجا و فقط میخواستم بیام تجربه کنم، ولی اگر کسی داره الان اقدام میکنه واسه اینکه بیاد، همیشه یه پلن از قبل از اینکه بیان اینجا داشته باشن واسه اقامتشون و زبان بخونین. خیلی خب، خیلی ممنون. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. متشکرم. خدا نگهدار. خداحافظ.